آقا یه سوپ خوشمزه، خوش‌طعم، خاص، متفاوت برای مهمونیاتون، برای حتی کسایی که مریض میشن میگن اینو نمیخوریم اونو نمیخوریم، اینقدر خوشمزه است نگم براتون. کاملا هم رژیمیه، به شرط اینکه اون کره‌ای که من آخرش اضافه کردم رو حذف کنید با شیر کم چرب. اگه دوست دارین بدونین چجوری آماده میشه بزنین بریم. سلام، لیلا هستم. به آشپزخونه شلوغ ما خوش اومدین. حتما میگین چرا شلوغ؟ چون من امروز خرید بودم، کلی سبزیجات تازه خریدم، همشون اینجاست. میخوام با اینا کلی آموزش جذاب براتون بگیرم که توضیح میدم. اول یه دونه از این کدو حلوایی خوشگل که الانم فصلشه بگیرید که میخوام باهاش یه سوپ خوشمزه درست کنم و یه دسر تقریبا میشه گفت که مال خراسانی ها هست، فکر میکنم من از اونجا یاد گرفتم. بریم که مواد لازمه سوپمون رو اول بگم، چون یه مقدار طول میکشه میخوام گریل کنم موادو، یا حالا بزنیم توی فر یا گریل کنیم. مواد لازمی که من استفاده میکنم برای تقریبا 3 تا 4 نفر برای یک وعده، خیلی نمیخوام زیاد درست کنم. سیب زمینی کوچیک 3 تا، بزرگ بود یه دونه، متوسط بود میتونید 2 تا. سیر 3 تا 4 حبه، پیاز قرمز یه دونه، هویج یه دونه، فلفل دلمه‌ای اگر دوست داشتین 1/4 تا نصف فلفل دلمه‌ای، آب مرغ، استاک گوشت یا این خوشگلا و خوشمزه ها که آموزشش رو بهتون دادم. حتما برین توی پیج نگاه کنین، اینا آب قلم هست که اگر دوست دارین تمام غذاهاتون سرشار از منیزیم و ویتامین و هر چیزی که برای بدن مفیده و شما هی میرید مولتی ویتامین میگیرید، از اونا دیگه نخواهیم بخرین، اینو حتما درست کنید. نمیخواد انقدر قرتی، خیلی راحت است، آموزششو گذاشتم. درست کنید و حتما توی غذاهاتون استفاده کنید. چیز دیگه که میمونه روغن زیتون، ادویه ها اگر دوست داشتین، شیر یا خامه که من در آخر احتمالاً یه مقدار شیر بهش اضافه میکنم. خب اول بگم که یه دونه ظرف میاریم، یه کوچولو ظرف فر که بتونیم بذاریم توی فر. بعد هم چاقو بیار، خیلی چاق کننده بوده. کدو حلواییتون رو باید پوست بگیریم. برای این کار نصف کدو حلواییمو برای سوپ میذارم، نصفشو برای دسرم. خب هسته هاشو میتونین دراریم. من عاشق کدو حلواییم و همونطور که میدونین خیلی ویتامین آ داره، حتما بگیرید و استفاده کنید. تخمه‌اش هم حتما بذارید کنار. من یه تعدادی که درست بکنم این تخمه ها رو یهو تفصیل میدم، یه روزا ویدیوی اون رو براتون میگیرم که چجوری یه تخمه خوشمزه تو خونه داشته باشین. راه راحت‌تره این به جای اینکه پوست بگیریم کدو حلوایی رو، وقتی که نصف کردین میتونین یه کوچولو روش روغن بریزین، بعد از اینکه هسته‌شو درآوردین با همون پوستش همونجوری بذارین توی فر و وقتی درآوردین حالا یا روشو بتراشین یا پوستشو جدا کنین. اونجوری خب خیلی راحت‌تره. ولی من دیگه اول کار، چون میخوام بعد دسر هم کار انجام بدم، اول کار پوستشو میگیرم. یه ذره سخت‌تره ولی بعدش راحت. خب کافیه. کدو حلواییامون که خمرمه، کدو حلواییامون که گذاشتم، سیب زمینی میتونم نصف کنیم، با پوست بذارین، حتما پوستش رو تمیز شیرین بذارین. میذارین پیازمون فعلا همینجوری میذارم. چجوری میذارم؟ همینجوری ساده هم نمیذارم. ساده نباشینا، من همیشه نکاتی که خودم استفاده میکنم و بعضی میگن که خیلی خوشمزه میشه رو وسطش بهتون میگم. یعنی از اول حرفنده رو نمیگم که صد نمیشم یه بار یادم میگم. پیاز نه اینجوری میذارم که کبابیش شما دوست نداشتین سرخش کنید، یه کوچولو با روغن بدید ولی نکنید. قراره به روش من درست کنید دیگه، چه دستکاری میکنید. خب فلفل دلمه‌ای برای این حجم مواد همین نصف کافی، 1/4 کافی. اینم میذارم اینجا. چیمون دیگه سیرمونم اینجوری خوب کنید بندازیم روش.
خب با هویجمونو چرا پوسکن نیوردم نمیدونم. بلش دیگه ویدیو رو بچه هویجتونم اینجوری بزن با حوصله تر با کله تر تنها چیزی که میمونه شیره با همین استاکمون که حالا آب قلم آب مرغ. اگرم نه یه دونه اصاره، اگه نداشتین یه دونه از همین اصاره های ایرانی میتونید استفاده کنید. فقط دیگه حواستون باشه نمکش رو نزنین چون اصاره ها خودشون شوره. این هم از خریده یه کوچولو نمک میذاشم. دوباره روغن زیتون میدم رو. روغن زیتون هم علاسا ممنونه. مرسی از دوست عزیزمون که این روغن زیتون علا رو برای ما آوردن. سعیدی جون. بعد فلفل سیاه، زردچوبه، پاپریکا، کل بیبر یا چون سوپه میخوام تندش کنم، فلفل قرمز. سوپمون دیگه باهاش کاری نداریم تا وقتی که اینا تقریبا 20 دقیقه تا نیم ساعت توی فر بپزن و گریل بشن تا اون موقع. خب من کدو حلوایی ها خورد کردم، تقریبا ابعادشو من به اینقدر خورد کردم. شما میتونید یه مقدارم بزرگتر بگیرید. تصمیم گرفتم یه کوچولیشو نگه دارم، فردا با این بهتون یه آموزش باحال خوشمزه غذا ها ناهار بهتون یاد بدم با پلو. اینم که تخمه هاشه، اینا رو میشورم میذارم کنار خوش بشه. زیاد که شد میبریمش برای یه تخته. اینا رو الان میذارم کنار. یه ذره از این شلوغی اونجا بهتون بگم. اینا که میبینید اسفناجه. اسفناج که میدونید اینقدر میریزین که قبلا اینقدر بهتون تحویل میده. من یه عالمه اسفناج خریدم امروز. اینا رو شستم. خب اینا تقریبا به یه ابعادی خورد میکنم. نگم براتون که با اسفناج چه چیزایی میخوام بهتون یاد بدم. اینقدر خوشمزه است. واقعا ندارم بایستم تا فردا فکر کنم ویدیوشو بگیرم. تو ویدیوی فردا آموزش اینو براتون میذارم. عشق کنید. خب اینا رو خیلی هم ریز نمی‌کنم. ببینید چی؟ اول میپزین اینا رو یه کم کم من اضافه میکنم چون نمیخوام خیلی تو بزرگ. اینا بهش کشیده میشه اینقدر تبدیله. بعدی براتون توضیح بدم. یه عالمه اسفناج کوچولو بیبی اسفناج بهش میگیم. یه عالمه بیبی اسفناج از توش جدا کردم. با این میخوام بهتون یه سالاد خوشمزه یاد بدم که ویدیوهای بعدی حتما میارم دنبال کنید. بعد کرفس هم خریده بودم. کرفس رو خورد کردم یه تعدادیشو با این سبزیش الان من خورد میکنم. با سبزی‌های خودش تقسیم میدم برای خورش کرفس که عاشقشم. اونم بهتون یاد میدم به روش من درست کنید. و یه مقدارشو که اینجوری ظریف‌تره و اینا با اون سالادی که گفتم میخوام بهتون یاد بدم. اینم یه مدل سالاد دیگه است. اینقدر خوشمزه است. یعنی چه شمایی که رژیم دارین چه ندارین چه مهمون دارین این سالاد رو حتما آموزششو ببینید و درست کنید. اگر من بتونم ویدیوهاشو آخر هم ویدیو براتون می‌کنم که بتونید راحت‌تر پیداش کنید. خب کاری که می‌کنم این کرفسمو ببرم تف بدم. این میره برای تف خوردن. وقتی یه مقدار تف خورد این سبزی‌های سرش هم که شستم و آبشو کشیدم با دستم میزنیم. من ایزا تنبلم دیگه. نه تنبل نیستم. خیلی سبزی خود کردم بلد نیستم. دیگه چرا؟ من کردیم دیگه. البته تکنولوژی اومده که کمک میکنه. داشتم میگفتم تکنولوژی اومده برای چی؟ برای اینکه دیگه اونایی که بلد بودن سبزی کنن خت به ما فرق نکشن. من هم مثل شما بلد نیستم. اونایی که بلد نیستن میگن اونایی که بلد نیستن دمتون گرم. آقا این همون سبزیه که خورد شد. اینو حتما تفت بدین. نعنا جعفریشو دیگه میتونین خودتون از بیرون هم آماده بگیرین. میدونم که حالا من دارم توی فریزر. نعنا جعفریشو بعد براتون توضیح میدم. خب همین چیزایی که اینجا توضیح دادم یه سر به فر بزنم.
سلام، چقدر خوشگل شد. مبارکه. چه خوب بزرگت بشم. دستش شد بکنی. بری همون نرو. بزن بار. Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once more. Summer love, where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back. Summer love, you have no idea what you did to me. You were mine, I was yours. Take me back once more. Where did you go? Summer love, you have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. یعنی از طعم این هر چی بگم کم گفتم. من یه کوچولو کره زدم چون دنبال رژیم بودنش نبودم، ولی اگه شما میخواین رژیم باشه کره رو حذف کنین و اینکه اینو دائم تو خونه داشته باشین. اینقدر خوشمزه است بدون خامه. خامه اصلا احتیاجی نیست بزنین، این خودش بافت خامه ای داره. بسیار خوشمزه. حتما بپزین و حالشو ببرین.